سلام مخلص. این من پسرون هست. مخلص نه؟ خیلی لاکیه. سلام ارادت مخلص. ستونا. اینو میذارم به عنوان اول. سلام بچه ها، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما امروز داریم میریم یه فستیوال که اسمشو نمیدونم، فستیوال کارت بازیه که کلی بادبادک و اینا قراره هوا بکنن. چی دارم میگم خودم. بعد ما هم تا حالا نرفتیم اونجا، شنیدیم خیلی باحاله، داریم میریم اونجا. رسیدم همه رو براتون ولاگ میگیرم، بعد با من همراه باشین. مگه من مایه بیاریم؟ نه اردید؟ نه من ندارم مایه. سلام. سلام ارادت مخلص دوستان. سلام. خب من که نمیتونم. سلام ارادت مخلص. بابا امروز کایت بازیه. واسه شنا نیست. این جشنواره بادبادکشون هر سری تو بری بابلسر هم شکلیه. چرا بادبادک؟ بحث بهونه است بیان ملت یه حالت اونجا باشه. هرچی باشه دیده بشه. فوقش بدو میریم اونجا. کی؟ من عکس لخت ساحل دارم بچه رو. اونور نیستی؟ نه من خبر نیست. بابا اصلا ویدئویی که ما دیدیم چی بود؟ عدس بالا هم دوست نداری با کشمش؟ نه خالی دوست دارم. باش نخود کشمش چی؟ خدا خالیش بود بده. اینجوری اون موقع دوست داشتم. همچین حالید و شد. اینم جشنواره بادبادک. دیدید چقدر بادبادک زیاده؟ خیلی تو عمرم اینقدر بادبادک ندیده بودم. منم یه جا ندیدم بادبادک. هر کشمشاش کمه. داری چی کار میکنی؟
داشتن، بیشترین اهدایی داشتن. داشتن کمک به مسجد داشتن. مسجد Las mañanas, durante el día, me paso todo el rato sentada. Buenas, abuela María. Mire, es que yo soy carnicero y utilizo mucho el cuchillo para cortar la carne. Resulta que tiene 9 años. Estamos 4 horas juntos. Os vais a aburrir de mí, ¿eh? Hasta mañana. Hasta Chao. luego. Chao. Adiós. Adiós. سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امروز اومدم به یه سری سوالاتون جواب بدم که توی اینستاگرامم گذاشته بودم که ازم سوال بپرسید. اومدم بیشترشون اینجا جواب بدم. حالا باز اگه سوالی دارین من پیج اینستامو میذارم که اونجا بیشتر با هم در ارتباطی میتونید سوالاتون رو ازم بپرسید. این هفته ولاگ هفتگی گذاشتم. عموما میخوام این کارو بکنم چون اینجا عموما هر هفته برنامه میذارم و اینکه مثلا منم بیشترش سعی میکنم برم چون دیگه سال اولی که اینجا مثلا دوست دارم کلی از اتفاقایی که میفته تو شهر رو براتون ویدیو بگیرم. سر همین احتمالاً هفتگی ولاگ داشته باشیم، مثلا تو طول هفته کاری که میکنم براتون بذارم. بعضی اوقات هم از این سوال جوابی‌ها میایم با هم میریم که هرچی سوالی ندارین از من بپرسید و من جواب بدم دیگه. حالا من سوالاتون رو اینجا نوشتم، دونه دونه واسهتون جواب میدم. الانم نور خیلی خوب بود، با اینکه سر کلاسم گفتم واسه یکم ویدیوشو بگیرم که با هم صحبت کنیم. اول اینکه واسه کسایی که پیج اینستای منو ندارن گفتم یه معرفی کلی برم. من سبام، 23 سالمه، الان 4 ماه که اسپانیا زندگی میکنم، والنسیا. رشته‌ام مدیریت گردشگریه و اینجا میخوام همین رو ادامه بدم، مستر بخونم. تنهایی یا با خانواده و دوستات رفتیم اونجا؟ من تنها اومدم، اما همزمان که تصمیم گرفتم بیام 2 تا از دوستام هم با من اپلای کردن. من از قبل اینجا بودش. سر همین الان 3-4 نفری هستیم که دوستیم اینجا با هم. چرا اسپانیا؟ خب بچه‌ها بذارید من بهتون بگم که خیلی دلایل وجود داره که آدم بخواد یه مقصد رو برای خودش انتخاب بکنه، چون دیگه تو قرار بریم اینجا زندگی کنی دیگه. اصلا هر چقدر آدم کم بگو یه سال میخوام برم، 2 سال میخوام برم، یه تصمیم خیلی بزرگیه که تو باید به خیلی چیزا توجه بکنی. یک این که اینجا مردم رفتاری و فرهنگی خیلی شبیه ما، سر همین اونقدر آدم اذیت نمیشه. یا مثلا اون غربت زدگی یا مثلا یه جایی که مهاجرپذیر نباشه به چشم بد نگاه کنن، همچین چیزی اصلا تو اسپانیا شما نمیتونید ببینید. یعنی باز نسبت به چه میدونم ایتالیا، آلمان که هیچی، ولی واقعا نسبت به ایتالیا من خیلی شنیدم که اینجا مهاجرپذیرتره. سر همین مثلا خیلی برای من پیش اومده که من مثلا تو اتوبوسم دارم تو گوگل مپ دنبال مثلا مسیری که میخوام برم میگردم، بعد مثلا یهو طرفم میبینه مثلا من دارم این ور میشم دنبال ایستگاه میگردم، ازم میپرسه مثلا که میخوای کمکت کنم کجا میخوای بری، یا مثلا تو سوپرمارکت من چیزی رو پیدا نمیکنم دستمو مثلا مسئول اونجا میگیره میبره دقیقاً همون چیزی که میخوام بهم میده. سر همین خیلی مردم مهربونی، یعنی فوق العاده مهربونه. خب من سر کلاس دادم زدم، مجبور شدم برم کلاس رو بیام. الان کلاسم یه بریک وسطش، واسه هم میتونم ادامه‌شو بگم. خب داشتم در مورد زبان صحبت میکردم، اینکه من قبل اینکه حتی تصمیم بگیرم بیام اسپانیا شروع کردم به زبان خوندن اسپانیایی. دل دادم، ولی میگم اون موقع هنوز تصمیم نداشتم بیام اسپانیا، واسه رشته‌ام خوندم بیشتر. بعد که مثلا بعد 1 سال که آزمون دادم تازه تصمیم گرفتم بیام اینجا و خب خیلی آپشن مناسبی بود واسه من، به خاطر اینکه خب من زبانشو بلد بودم، اما من اینجا دارم کالج میخونم، یعنی دارم زبانمو بیشتر ارتقا میدم. در دلیل بعدیش اینه که خب کلا خیلی مردم شادین، خیلی میگم اون احساسایی که ممکنه توی مهاجرت پیدا بکنی و خیلی کمتر میتونی داشته باشی اینجا. ببین مثلا وقتی به پروسه مهاجرت میرسه، یعنی اولش آدم به یه سری چیزای دیگه فکر میکنه، اما وقتی که مثلا تو اون قرارداد رو امضا میکنی و واسه اوکی میشه که بری یه جا، یه سری چیزای دیگه برات خیلی بولد میشه، مثلا اینکه راحت میتونم بیام ایران برگردم، یا اینکه مثلا چه میدونم چند ساعت راهه، چقدر تفاوت زمانیه، نمیدونم مردمش چه شکلیه، مثلا میدونی یه سری چیزای دیگه واسه بولد میشه، هزینه زندگی چقدره، چه شکلیه، همه چی. که واقعا اسپانیا نسبت به جاهای دیگه توی اروپا خب خیلی این شرایطش بهتره، هزینه زندگیش خیلی کمه واسه کسایی که دانشجویی میخوان بیان، فوق العاده جای خوبیه، چون خیلی راحت میتونی زندگی تو بچرخونی باش.
پاسپورتش یک دنیاست سر همین، ولی خیلی دیر پاسپورت میده بچه‌ها. سر همین یکی از بدیاش اینه که خب همون دیر پاسپورت میده، 10 سال فکر میکنم طول بکشه که پاس بده. مثلا جاهای دیگه مثل هلند، مثل جاهای دیگه اروپا نهایت مثلا با 5 سال تو میتونی 3 تا 5 سال پاستو میگیری، اقامتتو میگیری، ولی اینجا خیلی دیر میده. اما میگم شرایط دیگهش واقعا خیلی خوبه واسه کسایی که دانشجوان. و این از دلایلی که من این مقصد رو انتخاب کردم.